رادیو میلان. چهارشنبه ها با مولانا، قسمت 16. من فریال هستم و شما شنوندگان محترم رو به شنیدن این برنامه دعوت می کنم. در خدمت استاد بهرام فرید هستیم با ادامه برنامه. در گفتگوی قبلی صحبت از حضرت علی شد و برخی از نگاه‌هایی که به علما و قدیسین در اسلام میشه. ما در مثنوی با چه تیپ افرادی سر و کار داریم؟ آیا فقط داستان افراد خاصه یا اینکه نه، گونه‌های مختلفی از افراد در مثنوی دیده میشن؟ یعنی دوست دارم بدونم به طور کلی چند دسته از مردم در مثنوی به کار گرفته میشن و قصه هایی در مورد اونها ادا شده. این سوال بسیار خوبی است. در واقع ما در مثنوی با 3 تیپ افراد سر و کار داریم. دسته اول خود پیامبران یا به تعبیر بهائیان مظاهر ظهور هستند، مثل حضرت محمد، حضرت سلیمان، حضرت عیسی، مخصوصا حضرت موسی که خیلی پرکششه، از حتی پیامبرانی که فقط نامی از اونها هست و قصه اونها زیاد گفته نشده، مثل هود، مثل خضر. اینها در مثنوی آمده. نه تنها در مثنوی بلکه در دیوان شمس هم آمده، به نوعی که ما میتونیم یه تاریخ انبیا در مثنوی و دیوان شمس تدوین کنیم با توجه به قصه هایی که در مورد این افراد گفته شده. دسته دوم اولیا یا مردان کاملن، انسان ها مردان خدا هستن، انسان کاملن. این افراد مثل حضرت علی، عمر، ابوبکر جزء قدیسین هستند. به عبارت بهتر انتخاب اونها توسط خداوند یا حضرت محمد صورت گرفت. از این افراد بیش از هر کس عمر نقش عمده‌ای داره. یعنی در دفتر اول ما می‌بینیم که در چند جا صحبت از داستان‌هایی در مورد عمر هست. نه به این خاطر که مولانا سنی است و حنفی مذهب، اما به این علت که او برای افرادی که برگزیده حضرت محمد هستند احترام بسیار زائد الوصفی قائله. از این جهت هست که این افراد نقش بسیار برجسته و خوبی در حکایت ها و البته معانی بلند دارن. ما در مورد عمر داستان پیر چنگی رو میبینیم، در داستان رسولی که از روم آمده بود تا خلیفه رو پیدا کنه، تا میرویم تا جایی که در دفتر دوم صحبت از دیدن هلال ماه هست و داستان بسیار عبرت آموز میبینیم که خیلی مهمه. اما در عین حال باز از افرادی از این زمره گاهی اوقات معاویه رو هم میبینیم که در یکی از دفترهای مثنوی میبینیم که ابلیس آمد و خواست معاویه رو بیدار کنه و او رو بیدار کرد برای نماز بردن و الی آخر قصه. این افراد در مثنوی هستن. این میشه دسته دوم. دسته سوم افراد عام هستن، عموماً یا اشخاصی هستن که ما نمیشناسیم، مجنونی هست، حتی گمنامن. آن یکی خرداش پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در رو بود. ما با این شخصیت روبرو هستیم، گمنامه، اما نشون دهنده یک ناکامی بلند در آمال و آرزوهاش.
شاید کل مثنوی به تعبیری بیان احوال این گونه از افراد هم هست. لذا ما وقتی که درجه بندی کنیم، به مراتبی قائل باشیم، باید بگیم که یک سر کل مثنوی و البته دیوان شمس در گروه بیان احوال پیامبران خدا و انبیاء الهی است و گویا مثنوی از این جهت یک کتاب دینی است تا یک کتاب عرفانی. پر پیداست که از افراد دسته دوم در کنار ابوبکر، عمر و دیگر منتخبان حضرت محمد و همینطور مردان کاملی مثل بایزید بسطامی، جنید یا حتی شاعرانی مثل سنایی و عطار در مثنوی یاد شده. این مهم گویای این مطلب هست که مولانا در بند یک طبقه خاص یا گروه خاصی از انسان‌های کامل نیست، بلکه او معتقده که مفهوم حقیقی یا حقیقت واقعی جهان که عبارت باشه، یا به تعبیر ملیح ابن عربی روح عالم که عبارت باشه از مرد خدا، انسان کامل، مظاهر الهی و به تبع اون کسانی که مجلای تابش نور حق هستند، در جهان هست و اونها انگیزه اصلی یا سبب اصلی در تدوین مثنوی یا حتی سایر کتب الهی هستند. پس باید گفت که مثنوی بیش از آنکه کتاب عرفانی باشه که البته هست، کتاب دینی هم هست. ما میتونیم جای جای مثنوی با حکایت‌های دینی روبرو بشیم. اینجا منظور شما از حکایت‌های دینی اون داستان‌هایی از مثنوی هست که در مورد حضرت محمد یا حضرت مسیح یا حضرت موسی گفته شده؟ نه، مهم نیست که صرفاً اسم این پیامبران اومده باشه. حتی ما ممکنه ببینیم مفهوم دینی رو داشته باشیم که در مثنوی آمده باشه. برای نمونه میشه به اون حکایت بسیار جذابی که بعد از داستان اول مثنوی، یعنی داستان پادشاه و کنیزک و زرگر آمده، یه اشاره‌ای بکنیم. وقتی مولانا به این داستان میپردازه که ما نباید میزان و مقیاس مظاهر ظهور و تاریخ دین باشیم، تو قیاس از خیش میگیری ولی دور دور افتاده ای بنگر تو نیک. وقتی به این بیت میرسه، بلا فاصله یه حکایتی از بقال و توتی و روغن ریختن اون توتی برای ما ذکر میکنه. بود بقالی و وی را توتی، خوشنوایی سبز و گویا توتی. میگه توتی در یک دکان بقالی بود و این بقال اون رو خیلی دوست داشت تا اینکه توتی در اثر یک حادثه‌ای چند تا شیشه روغن رو میشکنه. اما بقال وقتی به دکان آمد و دید شیشه ها شکسته، دید پر روغن دکان و جام چرب، بر سرش زد گشت توتی کلز ضرب. توتی رو کچل کرد به تعبیر ما. یه چند روز این توتی از سخن گفتن افتاد. بقال ناراحت بود. دائما داشت فکر میکرد که ای کاش این کارو نکرده بود. حسرت و ندامت او رو گرفته بود. چند تا هدیه برای توتی برد، اما درمانی برای این درد نبود. تا اینکه جولقی سر به رهنه میگذشت با سر بیمو چو پشت تاس و تشت. آمدن در گفت توتی آن زمان، بانگ بر درویش زد که ای فلان، کز چه ای کل با کلان آمیختی، تو مگر از شیشه روغن ریختی. این قیاس باعث میشه که از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچ و خود پنداش صاحب دلق را. بله، همه خندیدن از این قیاس. چرا؟ چون قیاس کار بدی بود. در اونجا کار ما انسان‌ها قیاس کردنه. ببینید داستان حدود 15 بیته، 20 بیته، اما یک دفعه چه تعبیر عجیبی مولانا از این قصه میکنه. میگه کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر. جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی ز ابدال حق آگاه شد. همسری با انبیا برداشتند، اولیا را همچو خود پنداشتند. این که ما فکر کنیم پیامبران خدا و اولیای الهی چون ما هستند و بعد به میزان و ترازوی ما در بیان و توزین بشن، یک قیاس مع الفارقه، به تعبیر اهل منطق قیاس مضحکی است. و ای عجبا که آدمی
در تمام احوال خودش به دست به چنین قیاسی زده و همیشه سعی کرده تصویری از پیامبران خدا و مردان کامل در ذهنش ارائه بده که اون تصویر بر ساخته خود اوست. به عبارت دیگه از یک فضای سه‌بعدی شما یک تصویر دوبعدی حتی تک‌بعدی بخواید ارائه بدید، تقریبا میشه گفت که غیر ممکنه و ما در کار دین به چنین امری مشغول هستیم. یعنی دائما به فکر این هستیم که مظاهر ظهور تا چه حدود گرد ما میچرخند، تا چه حدود به توزین ما، به ارزش‌ها و معیارهای ما در میان و اونها رو داوری میکنیم. این رو میشه تعمیم داد که گفته اینک همسری با انبیا برداشتند، اولیا را همچو خود پنداشتند. گفته اینک ما بشر، ایشان بشر، ما و ایشان بسته خوابیم و خر. این ندانستند ایشان از اما هست فرقی در میان بی منتها. بی یک تفاوت عمده بین این اولیای الهی و ما وجود داره. اگر این رو یه خورده موشکافی کنیم، بعد بریم سراغ این اختلاف فاحش، این اختلاف شگرف میان ما و مظاهر ظهور چیست. اینجاست که ابن عربی میتواند کمک حال فکر ما باشه. او مثل اعتقاد بهایان معتقده که پیامبران حقیقتشون متعلق به یک عالم دیگری است که اون عالم امره، ولی ما ذاتاً متعلق به یک عالم دیگری هستیم که اسمش هست عالم خلق. میبینید که مولانا به این الهیات بهایی گونه اشاره‌ای هم داره. ظاهر ما یکیست، هر دو گون زنبور خوردند از محل، لیک شد زان نیش و زین دیگر عسل. هر دو گون آهود یا خوردند و آب، زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب. هر دو نی خوردند از یک آب خور، این یکی خالی و آن پر از شکر. 100,000 این چنین اشباه بین، فرقشان 70 ساله راه بین. این خورد گردد پلیدی زو جدا، آن خورد گردد همه نور خدا. یعنی تفاوت ذاتی و ماهیتی وجود داره بین ما انسان ها و پیامبران خدا. شما منظور مولانا رو الان به خوبی درک میکنید. قصد او تدوین یک داستان در دفتر اول بعد از حکایت کنیز نبود که ما سرگرم بشیم. قصد او این بود که ما بگه برای شناختن پیامبران خدا، یک، قیاس کاملا خطاست، دو، ذات اونها و عالمی که اونها درش سیر و سیاحت میکنن، زندگی میکنن با ما انسان ها متفاوته. ما باید سعی کنیم، تلاش کنیم که به اندازه‌ای که در خور ماست اونها رو بشناسیم، ولی با میزانی که خود اون کسان تعیین کردن. و گرفتاری تمام ادیان و مذاهب هم همین بوده. وقتی یک پیامبر خدا ظاهر میشه، شاید میزان اصلی در شناخت او فراموش شده. مولانا یادآور میکنه برای معرفت دینی باید به میزانی که خود دین تعیین کرده رجوع کرد.